سمرقند صیقلی روی زمین. سمرقندی عظیم ما، سمرقندی قدیمی ما بتون دنیا رو مشهور، بتون از دنیای گوشه کناراش آمده همجا سیاحتی ها حیرت میمونند که همزن اینجا بود از ازبکستان برای همین یک فکر آمد که مهمانخانه یا برپا کنیم، بنیادکاری کنیم. چون که پرزیدنت ما اسلام عبدالغنی گفته بودند که هیچ اصلا خاطر این گپ رو نمیبرم، بعد از ما آباد و آزاد وطن ماند. در حقیقت من از کار اساسی نفقه برآوردم به خودم فکر آمد که ما مهمانخانه سازیم. البته یک نهال شناندم به نهال میوه داره، یک سال دو سال به میوه گفتن قین وای به نگاه میکردن در کار. همین فکر اومد و ما همین بنیادکاری سر کرده مهمانخانه که آمدگی مهمانا آمده همینجا به استراحت کنن. چون که نه فقط مهمانخانه من بلکه ما ازبکستانشون دارم در کار که من بعد از مستقلی بعد از من همین تدبیرکارا به راه شده دادن. هر کس که مهنت کند بنیادکاری کند و ثمرش میبیند. البته این در رو آسانی بر نمیشد. همین درجه راسته همین فکر آمدم مهمانخانه لای کنیم گفته این شرافتی حاصل مستقلیک. عادتاً همه ما وقتی تماشای جایهای زیبا، باغ و بستان، کوچه و خیابان و یا مهمانخانه به اندیشه می آییم. دستی آدمیزاد گل است، عقلش رهنما. مهمانخانه یک و یک باره بنیاد نشد. چقدر حرکت، زحمت و وقت صرف شده است. هر یک کار به تکش مهنت میستد. مهنت رو هر کس قدر کند، برای با مهنت بسیار خدمت کند، البته به مقصد خودش میرسد. گفتم من میفهمم. ما با برابری با همسرم در یک جا اویله کردیم. من 4 فرزند داریم، 2 دختر 2 پسر داریم. همسرم بسیار مردی عجیب، مهنت دوست، انسان دوست، اما غیرت با کوشش خودشون میخواهند که بنیاد کنن، آباد کنن و با یک جای مصلحت کردیم. این کس یک غایه رو آوردن، گفتن که ما اکنون با برابر زمان قدم میگذاریم. اگر زمان از ما طلب کند که تو در پیش تو چه مقصد گرفتی، یک آباد کردن یا یک اونجا چیز کردن خواهی، البته تو به مقصد رسیدن در کار. و همون غایه این کس همون بود که باید که ما یک شخصی مهمانخانه بنیاد کنیم و این غایه این کس رو ما دستگیری کردیم. های اگر گفتیم برای تامین عائله، برای پیشروی همین زندگی لازم باشد، فایده‌ناک باشد، بگذار ما هم دستگیری کرده تا اندازه به این کس ما همدرد میشیم. گفته همین غایه از این کس برآمد و ما این چیز رو سر کردیم. انا همین بنیادکاری این کس، کوشش غیرت این کس به همین درجه مهمانخانه آراسته شد. محله نامی خیرآباد دارد و در این محله ما انسان‌های سخاوت پیشه ها بسیارند. از آن جمله همسری من هم به همین قبیل می‌دارند و برای بنیاد کردن زندگی من همون محله حصه خودشون بیشتر می‌گذارند. در آن دمی که اکای رحمت و مطلوب آیتی به حیات مستقل با امید و آرزو قدم نهاده بودند، صاحب حولی خردکک حتی نهالها هم در باغ با شمار بود. به طفیل مهنت جای زیست را آباد کردند، صاحب فرزند شدند. رحمت اکا در اداره های دولتی وظیفه‌دار بودند. پس با حرمت و احترام به نفقه برآمدند و انا سرکار شدند. من تای چند روز ما هم مهمان شما هستیم. میبینم خارجی ها خیلی زیاد میآیند، با اونا با زبان حالا انگلیسی با دیگر زبان ها معامله میکنید. آموختید این زبان ها؟ کم کم آموختم، لیکن ما با تجربه هستم. البته
ما هر یک مهمان آمده که در مهمانخانه ما آینده با مهر محبت که قبول کردن در کار با چهره آچوق و خرسند میشد ما نشان دادن ما در کار که ازبکستان خلقش خلق مهمان دوست. و پس وقتی که اینها میبیان البته خوراکای ملی سمرقند ها یعنی ازبکستان ها میپرسن کدام خوراکای ملی ما و بسیار معقول و یا به یکم پلاو وای میکنن ما آش پلاو آش سمرقندی گفته همین طلب میکنن ثانیه منتو میگن منتو سمرقندی جدا شیرین میشد گفته و البته میوه های سمرقند جدا شیرین میشد میوه وقتی همون میوه بوده که وقتش با اینا میوه مول استعمال میکنن اون همینا و یا با میرسونیم. من وقتی که مهمان ها آمدند شهر تماشا کرده آمدند باز شما فکر و های پرسیدید چی های دیدید چی فکر با اومده چه اندیشه ها کردید گفته اونا بسیار کجاهای سمرقند که اصلا یک شهر موزه یک شهر قدیمی است بسیار همه جاهای سمرقند تماشا میکنند چقدر اندیشه هم میبیند آیا یک خیلیش آمده حیرت میماند که من اولا فکر خیالم نبود که سمرقند همزنین جای زیبا بوده است همزنین قدیمی معماری ها بوده است یک از فرانسه آمدگی با خارجه توریست گفتگی بود که فرانسه هم زیباتر بوده از سمرقند شما همین که گفتم من چون خرسند شدم اینم یک آبروی عزتی مهان آبروی سمرقند سمرقند هم تو آزاده شهر سمرقند به مهمان ها میبیاد سمرقند با آمده حیران میشد سمرقند خصوصی شهر پدرم مادرم جان دلم به اینها جهان را چا کنم همه مهرم با اینای من دیگران را چا کنم همین گپ معناش با همین چهار مصر شعریت معناش چقدر معنا دارد این معنا با اولین بار پدر مادر انسان با یک تا خدای متعال یک مرد داده میشد و اینا برای این آدما مثلا خواهر را دادر رو مثلا کم چند شد پدر مادر آدم زود یک ده من همین خیلی مادرم پدرم خدای متعال همین نو به من و همین حیات به من آورده همین خیلی تربیه کرده مونه 4 فرزنده مون جدا هم منت دارم من کلان شدیم منم 4 فرزنده مادرش شدیم اکو فهمیدیم که چقدر مسئولیت قیم بوده است مادر پدر با اولین بار اوله تشویش یکم دیومین بچه کلان کردن اینو همه طرفا خودش آیش میشد هر یک تا فرزند خودش طلبش میشد همینه جا آورده اینو با علم معلومات داده ویا برسانده همین شرایط من با پایدار که دادن اولین پدر و مادر بوده من این خیلی مادر و پدرم فخرلانی میکنیم ما 4 فرزندمون ما ابشتینا فخرلانی میکنیم همین پدر مادرم یک تخصیلتشون من با جدا هم معقول که من هم همین خیلی شده مرکز همین آدم آمیزی هر کدام دولت و آدم کدی انسان کدی معامله کردن جدا قین همینا هست میدونید خیش بری شده منزاست خودشون خواهرشون برین دادرشون بری شده میمونند همین وای قبول میکنن همین خیلی مهربانی میکنن من حیران میمونیم من هم عیزشون سوری میکنیم نیوارو سوری میکنیم هم خیلی کنیم گفته همین خیش بری شده منزین که خواهر داد همین چقدر دولت آمیزی از دیگر تلفن میکنن تلگرام پذیرایی میفرستن که شما درست میمون خونه نقص کرده تو سلامت و نقص این میدونین این چقدر همین خیلی میمونه رو گیره کرد رفتین که ما همین درگاه همینو کردی هیچ دل کن نتونستیم من خود یک از معنویت بالای انسان تربیت هم دلالت میده هر روز به مهمانخانه مسافران از خارج و ولایت‌های مملکتمان تشریف می آورند و وقتی وارد گشتند به مهمانخانه از مهمان نوازی یک گروه بلند گردند از طرف دیگر از نقش و نگار ارکیتکتوری به خود خاص بناها به ذوق می آیند.
سمرقند صیقلی روی زمین. همدیاران عزیز و ارجمند، همزبانان عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که از سمرقند باستانی منظوری شما نمودیم. همیشه در روزگار پیروز باشید. خدا حافظ.